یک روزی یک دهه. یک روزی یک دهه. صبح فصل دی در دهه کوهدامان ناحیه دوستی خیلی دلکش و فارم آغاز می شود. زندگی مردم اینجا عادی ولی خیلی صمیمی است. گاه بر وقت دست به کار می شوند، گاهی بدون کار به استراحت می پردازند. میدونید چرا؟ زیرا آنها برای خوشگذرانی فصل زمستان در دهه که برای بسیاری ها مشکل می نماید کیها باز آمادگی دیدند. ما صبح خود را نخست از خانه بابای زین‌الدین که از مردان آوازدار و مهمان‌نواز دهه است آغاز کردیم. صبحگاه اینجا هوا گواراست، کمی سرد اما دلچسب. خاندان بابای زین‌الدین که اصلاً ازبک زبانند هر صبح بر وقت با صدای پرندگان زیبای این خانه روز را شروع میکنند. ما هم نخست از صدایشان لذت بردیم و سپس برایشان خوراک امروزه را دادیم. ساکنان این دهه خوراک سحری را نانلیشته میگویند. سرجم تناول خوراک سحر با پیران خرد این دهه مرا خوشحال کرد. تصور میکنید از صحبت گرم و نمکین همصحبتان لذت بردم. واقعا دهات آیین خود را دارد. در فصل دی گرچند حیات در دهه کمی مشکل می نماید ولی زندگی ساکنان با ان همین سردی ها گواراست. درود بر شما. امروز ما در برنامه یک روزی یک دهه زندگی یک روزه دهه کوهدامن ناحیه دوستی سابق جلیکل را بر رشته سوال میکشیم که آیا ساکنان دهه کوهدامن امروز چه حال دارند و یک روز خود را با کدام تکاپوها سپری میکنند. برای دریافت این پاسخ شما ما را همراهی نمایید. بیایید یک جا آغاز میکنیم. در دهه کوهدامن جماعت 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 1594 خواجگی و زیاده از 8412 نفر اقامت میکنند. شغل اساسی مردم این دهه دهقانی است. در اینجا اصلا اقلیت‌های گوناگون از قبیل ازبک‌ها، ترکمن‌ها، روس‌ها، قزاق‌ها و دیگر ملت‌ها هم زندگی دارند که بیشتر ما ازبک زبان‌ها را مشاهده کردیم. یک روزی یک دهه. همان ما را دعوت کردند تا ادامه ثبت را در خانه بابای زین‌الدین داشته باشیم. چون خاندان این مرد مهنتی که در دهه نامدار و نمونه ارزیابی می شود، تصمیم گرفتیم آغاز روز دهه را از اینجا همچون سیمای دهه به نوار بگیریم. از زنان این دهه هر صبح نخست به گاودوشی می پردازند، چون صبحانه آماده نمودن مردم اینجا اصلا بیشتر از شیر است.
дар зимистони имсола ҳаво хеле сард шуд. дар деҳа беҳезум ва бидуни печҳои аловии зиндагӣ берангу буст. мардуми деҳаи кӯҳанбунёд аз тобистон ҳезум захира мекунанд. дидед, ин захираи якрӯзаи ҳезум барои ин хонадон аст. хонаҳо гарму печҳо оташин. нонпазӣ сари чагдон аз оинҳои қадимаи деҳот аст. дар ҷараёни рӯз холаи райҳонаро бо ҷамъи духтарону набераҳояш саргарми пухтани нон дарёфтем. нонҳои пухтаи холаи райҳона лаззати хос дошт. гармии он рӯҳнавоз. дар идомаи нонпазӣ холаи райҳона ба омода кардан ва пухтани як навъ хӯрдании дигар пардохт, ки онро дар ин деҳа чагалдак унвон кардаанд. мардум ма мехел тӯйда маракада чагалдак мекунайда. ширда и равғанда мекунага. зеби зинати моа. мардум ҳама хуш мекунад, мехӯрад. арзуи ма ҳамин аст. келиномада меомазем, нонда, кулчада, и чагалдакда, самса ҳама мефаҳмуда келинамда. ёд мегирадӣ у ҳама хамра сар мекунем. сар мекунад нағз мешавад. воқеан чагалдаки омоданамудаи ин хонадон лаззаташ бесобиқа буд. тавре занони деҳа гуфтанд, фарқияташ аз чагалдакҳои дигар минтақа дар он аст, ки онҳо баъди пухтанаш бештар онро бо ширинӣ олуда мекунанд. бинандаҳои азиз, чагалдаки мо аллакай омода шуд. дар ин ҷо ин навъи хӯрданиро ки чагалдак мегӯянд бештар дар тӯи маросимҳо истифода мекунанд. имрӯз тавре ки шумо шоҳид гаштед, дар ин хонадон аллакай чагалдакпазӣ вусъат ёфт ва ман шуморо
این کت‌های زیبای خوشصورت را که می‌بینید بابای زین‌الدین با دستان خودش همراه فرزندان و نبیره‌هایش ساختند. نقش‌های ماندگار این کت‌ها رمز حفظ هنرهای مردمی است. رشد دستکاری‌های از قدیمه بازمانده است که در زنده نگاه داشتن آن اهل این خاندان سهم بارز دارند. این هنر را از گذشتگان خویش آموختند. بیننده‌های عزیز، نقش محصول دست بابای زین‌الدین در زینت دادن خاندانش بسیار سازگار و مؤثر و بارز ارزیابی می شود. طوری که شما دیده ایستادید، همین گونه کت‌هایی که بابای زین‌الدین عین حال در خاندانش ساخته است که شما دو تای آن را می‌بینید، در دوام 1.5 سال 10 تا همین گونه کت را با همراه فرزندانش ساخته است که فکر می‌کنم در زیبا گردانیدن و زینت گردانیدن خاندانش بسیار نظر ارزیابی می شود. ما این هنر را بابای ماندگی بعد من بچه‌هام کرده استیم هنر کندکاری را کار نبری هم دوام میکنه، بچه‌هام دوام میکنه که ما این چرا تراشیدن تابستان رو سر میکنیم تا زمستان. چقدر وقت رو در بر میگیرد تمام کردن این؟ مثلا 1.5 ماه مثلا یک تاش میبراید. این کت‌ها رو ما برای فروش نیست، برای نبری هم بچه‌هام را تیار میکنیم. بعد نصف روزی راهبلدان ما را به مکتب ورزشی دیه راهنمایی کردند تا از جریان تمرین نورسان دیه دیدن کنیم. نورسان زیاد این دیه همه روزه به ورزش پرداخته از استاد خود نمودی ورزشی تایکواندو را می‌آموزند. ضمناً خواستیم از مرکزهای خدمت‌رسانی دیه دیدن نماییم که تا کجا نیاز مردم دیه به این وسیله برآورده خواهد شد. مغازه مذکور بسیار زمانوی ساخته شده برای مردم این دیه خدمت گذاری میکند. در فصل دی کشاورزان دیه کهن بنیاد در صحن حولی‌هایشان گرمخانه آماده نموده سبزوات‌های نیاز اول را پرورش میکنند. با این اصول در تامین بازار استعمالی مملکت نقش گذاشته هم روزگار خود را سامان میبخشند. اما سردی‌های زمستان امساله به کار دهقانان این دیه ضربه شدید رسانید. از تاثیر آن خرج‌ها هم زیاد شده ولی محصولات هنوز پخته نرسیده است. این همون 7 سوتق باشه اینجا 3000 دانه نهال هسته. 3000 دانه. خب این همون کم فروختیم اونی که این همون حاضر زمستان شد. این آخرانش تا آمد. خب انشالله حالی هسته حاصل. بس خدا خواهد انشالله خدا برکت بده انشالله میشه. واقعا بیننده های عزیز، سردی های زمستان امساله در کار دهقانان دیه کهن بنیاد نیز بی تاثیر نماند. ولی دهقانان کوشش دارند با امیدواری زیاد کشت های کاشته خود را، محصولات کاشته خود را از محو شوی امین بدارند. خواستیم از جریان ساختمان ها نیز در این دیه دیدن کنیم. واقعا شایان تحسین بود که در سردی های فصل زمستان با سهم خود ساکنان در پهلوی مکتب میانه رقم 35 دیه ساختمان بینای 5 سینخانگی و یک تالار ورزشی جریان داشت. امیدواریم طالب علمان دیه کهن بنیاد در ماه‌های نزدیک صاحب مکتب زمانوی خواهند شد. شام شد. نهایت ما به مرکز سلامتی و یا بنگاه طبی دیه رسیدیم. خواستیم با استفاده امکان کمی از فعالیت این مرکز با خبر باشیم. چندی از ساکنان دیه ضمن رسیدن ما آنجا بودند و متخصصان توصیه و خدمت‌های خود را به آنها رسانیدند. ساکنان از دکتران این مرکز اظهار رضایت کرده و گفتند هر وقت از درد اذیت بکشند نخست اینجا می آیند. یک روز ما هم در این دیه انجام یافت. بیننده های عزیز، برنامه یک روز دیه را در بینای مرکزی سلامتی
деҳа ба анҷом расондем. мо имрӯз то қадри имкон тавонистем як рӯзи зиндагии сокинони деҳаи кӯҳанбунёди ноҳияи дӯстиро манзури шумо гардонидем. То дидори дигар, худо нигаҳбони шумо. як рӯзи як